بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان عزیز، امید دارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید، لباس عافیت در تن داشته باشید. ما در ماه پربرکت رمضان قرار داریم، ماهی که مهمان آن بندگان خداوند و میزبان آن خود خداوند است. ما در ماهی قرار داریم که عبادات ما چند حساب شده و هر رکعت نماز نفل ما شما برابر یک نماز فرضی حساب می شود. البته خوشبختانه ما در یک مکان مقدس قرار داریم، در جایی که اینجا عبادت خداوند میشه، ذکر خداوند میشه. در این ماه پربرکت یادی از خداوند در اینجا میشه و ناگفته نمانه که این دقیقاً همان مسجدی است که الحمدلله چند مدت قبل ما سنگ تهدا به زیر گذاشتیم و خوشبختانه که شما میبینین که چقدر کارشون پیشرفت کرده. خب بینندگان عزیز، ما در کنار خود انجینر صاحب عبدالحفیظ پاسدار داریم، کسی که از ابتدایی که ما سنگ تهدا به این مسجد گذاشتیم اینا مسئولش هستند و الحمدلله تا فی الحال که نام خدا نظر به این زمستان از خیلی فعالیت‌های چشمگیری انجام داده. جناب انجینر صاحب خوب هستی؟ الله حالت خوب است، سعادتمند هستی، بخیر هستی؟ نام خدا ما می‌بینیم که در روز بارانی هم کارگرها کار میکنن. بله کار میکنن در روز بارانی، در روزهای برف. بسیار وقتی کار شروع کردیم خود برف بود، باران بود، زیاد بود. بله. منتها در مواد ضد یخ انداختیم، دیگه پلاستیک میگرفتیم. کارش چیزایش هست، تصویرایش هست که مثلا مواد اول چیزی که لازم بود کار ساختمانی چیز خوبش دیگه، چیز درست اول دیگه انجام دادیم. کل اهالی هم میبینن. یعنی با وجود از اینکه زمستان بوده، هوا سرد بوده، اما شما هنوز کارتون ادامه دادین. کار ما ادامه دادیم. دلیل عزیمتون چی بوده باشه؟ به خاطر که مسجد نبود، روی صف نماز میخواندن دیگه، بسیار مشکلات بود دیگه. مشکلات مردم خب میبینید زیاد است دیگه، منطقه جایی نبود. خداوند مشکلات حل بکنه ان شاء الله. تکمیل شد که نمازشان در جای درست صحیح بخوانند. خدا ماه مبارک رمضان هم است، ای که شما تا دیر کار میکنین، خداوند بدون شک شما را شامل این حسنات میگرداند. توکل به خداوند. و شما از این موادی که استفاده کردین نام خدا معلوم میشه که خیلی خوب خشتکاری کردین. انشالله که مواد خوبتر استفاده کردین. کل چیز ما درجه یک است، خشت ما درجه یک است، سیخ ما گرید 60 است، سمت ما حتی از 4000 مارکش بالاست، پایین است. چرا که چیزی که دیگه گرد میکنن موضوع که بیشتر زیادتر خوبتر گرد کنیم. بسیار عالی. به خاطر از این موضوع یاد کردم که همین قسم که شما مسئول هستین که در مقابل ما برای جواب بدین، همین رقم ما مسئول هستیم برای کسایی که کمک کردن برای این مسجد. ما برای از اینا جوابگو باشیم که و برشان نشان بدیم که به بهترین وجه انشالله کار مسجد در جریان است. امید داریم که بازم شما ما را تنها نگذارید و هر چیزو تر بتانیم که انشالله سقف این مسجد کانکریت ریزی بکنیم و امید روزی را داریم که بخیر بیاییم و فرشای شوار باشه افتتاح بکنیم. سلامت باشین انجینر صاحب، خیلی خوشحال شدم. بخیر باشید، الله نگهدار شما. الله ماشاءالله، نام خدا کار مسجد ما بسیار پیشرفت. البته ناگفته نمانه این دقیقاً مسجد چاریار کبار است که در پارچه 13 شهر چارکار ولایت پروان قرار داره و ما شما میبینیم الحمدلله که کارش تا پوش رسیده و خوشبختانه که از بهترین مواد استفاده شده. پایه هایش همچنان و خشتاش همچنان ناگفته نمانه. هر دانه خشتی را که ما اینجا ماندن بنا کردن در حقیقت خشت طلا هست، بالاتر از خشت طلا ارزش داره و از زحمت کسانی بوده که در حقیقت در راه خدا خواستن مصرف بکنن. قسمی که ما قبلا برای شما آیه مبارکه را تلاوت کردم، خداوند متعال در قرآن عظیم شان به صراحت اعلان کرده که در حقیقت اعمار مسجد
به کسانی میرسه یا کسانی ایمار مسجد میکنن که ایمان به خداوند دارن و به روز آخرت دارن و کارهای خوب انجام میتن، نماز میخونن، زکات میتن و به جز از خداوند متعال از کسی دیگه ترس ندارن. دقیقاً ما در آستانه به سر رسیدن این مسجد قرار داریم و الحمدلله یک مقدار کمک نقدی دیگری از طرف خواهران و برادران ما بر ما رسیده که ما میخواهیم که من حیث یادگارگونه تا اونا شامل ثواب بودن و شون نام از اونا یاد بکنیم. خداوند خیرشان بده. خواهران ما هر یک مادر عزیز و رحمان جان از جرمنی اینا مبلغ 28500 افغانی برای اعمار این مسجد کمک کردن. ماشاءالله ماشاءالله، نام خدا. خداوند دست سخاوتمندی از اینا را همیشه دراز داشته باشه. همچنین خانم محترمه زرمینه و فامیل محترمشان از اتریش مبلغ 25000 افغانی برای ما روان کردن و خواستند که در اعمار مسجد مصرف شود. خداوند اجر بی پایان و بی حساب نصیبشان بکنه. همچنین خانم نادره احمدزی از کانادا مبلغ 20017 افغانی اینا ارسال کردن. خداوند خیرشان بدهد. و برادرانی که در این امر خیر دست یاری پیش کردند و خواستند که قسمت از این مسجد با کمک مالی از اونها اعمار شود. هر یک برادر متدین و خیراندیش ما آقای شفیع هایری از آمریکا مبلغ 2500 دلار آمریکایی ارسال کردند. برادران تاجیکی ما که اینا همچنان در این امر خیر سهم گرفتن از جرمنی مبلغ 35250 افغانی اینا ارسال کردن. برادر بزرگوار ما زیا عظیمی از اتریش مبلغ 25000 افغانی ارسال کردن. همچنین فامیل های بزرگوار حیرت و نوابی از جرمنی مبلغ 20700 افغانی ارسال کردن. و در اخیر آقای مهدی جان از بلژیم مبلغ 7500 افغانی روان کردن. نام خدا ماشاءالله. در این روز پربرکت، در این ماه مبارک رمضان، در این روز پرفیض ما دعا میکنیم در این عصر بارانی که خداوند متعال رحمتش نعماتش مثل همین باران بر از اونا انشالله که بلایشان ببارانه. کارهای بعدی این مسجد ادامه داره و ما از خداوند متعال میخواهیم امو قسمی که پیامبر بزرگوارش وعده فرموده برای ما، وعده فرموده که کسی که مسجدی را به خاطر رضای خداوند متعال بنا کنه و از اون مسجد به خاطر ریا و خودنمایی استفاده نکنه، خداوند متعال در روز قیامت برای از او در جنت بنای اعمار میکند، یعنی قصر اعمار میکند. انشالله که هموطنان ما هم شامل این ثواب و اجر بزرگ شود. ناگفته نمونه که ما تنها وسیله هستیم که یعنی پل ارتباطی هستیم بین کسایی که کمک میکنند و در جایی که مصرف میشه. در حقیقت ما پل ارتباطی هستیم میان دارندگان و نیازمندان. بنیاد خیریه امید حیات امید است برای زندگی. ماشاءالله امید به ای که کمک های شما به خاطر اعمار هر چیز زودتر این مسجد بیشتر شود و بتانند که این نمازگزارای عزیز تا اخیر ماه مبارک رمضان در این مسجد بزرگی که حداقل به خاطر زیاد بودن تعداد نمازگزاران مسجد کوچکی که در قسمت پایین داشتن، البته مسجد هم گفته نمیشه، ما میشه برش بگوییم یک تهکوی دارن، اونا جای نمیشن و در ماه مبارک رمضان اکثرا به خاطر ادای نماز تراویح دست یا در بیرون استاد میشن که با مشکلات چون بارندگی و این مسائل اینا سر میخورن. خداوند متعال از همه ما شما راضی باشه. الله نگهدار و مددگارتان.